داستان امروز در مورد راهبه زیبا و جوانی هستش که یه سری اتفاقایی براش میفته که مردم ایمان میارن که اون یه قدیسه است، اما اون با هماتاقیش رابطه ممنوعی رو داره و اگه این ماجرا لو بره مجازات سختی براش در پی خواهد داشت. به کانال مووی لاور خوش اومدید. امروز خلاصه فیلم بندیتا رو با هم میبینیم. بندیتا کودک زیبا و باهوشی که توسط پدر و مادرش به کلیسا سپرده میشه تا به خداوند خدمت کنه. اون دختر باهوشیه و بهش گفتن هوش زیاد براش خطرناکه. کلیسای شهر پرشیا قوانین خاصی داره. اونا در قبال پذیرش دخترها برای راهبه شدن از خانواده ها هدایا و مبالغ زیادی رو سالیانه میگیرن. همون شب اول دلتنگ خانواده‌اش میشه. روبروی مجسمه برای دعا میسته که ناگهان مجسمه از جاش جدا میشه و میفته روش. همه متعجبن از اینکه هیچ آسیبی به اون یا مجسمه نرسیده. 18 سال بعد بندیتا حالا بالغ شده، گاهی خوابهای عجیبی میبینه. حتی یه بار توی بیداری در حالی که وسط اجرای نمایشه دوباره مسیح رو توی رویا میبینه که ازش میخواد بره پیشش. بندیتا هم سعی میکنه که به طرفش بدوه و همه تعجب میکنن چون اونجا نقشش این بوده که مرده باشه، نه اینکه پاهاش رو تکون بده. یه روز دختر جوونی که از دست کسی در حال فراره با ظاهری آشفته و تعدادی گوسفند میاد داخل صومعه و به پای بندیتا میفته. اون التماس میکنه که اجازه بدن داخل صومعه بمونه، اما راهبه ارشد اجازه نمیده. بندیتا از پدرش میخواد که هزینه‌های اون رو تقبل کنه و اجازه بده اون اونجا بمونه. بندیتا اونو به حموم میبره و لباس تمیز بهش میده. اسم دختر فراری بارتولمیوه. اون میگه بعد مرگ مادرش پدرش و برادراش بهش تجاوز میکرده، برای همین فرار کرده و اومده به صومعه. روز بعد موقع تمرین آواز اون دختر از پشت سر به بندیتا دست میزنه و ناگهان توی رویاش مارهای بزرگ و وحشتناکی رو میبینه که به سمتش حمله میکنن. که مسیح رویاهاش سر میرسه اونا رو میکشه و بهش میگه اونا شیاطینی بودن که سعی میکردن ما رو از هم دور کنن و بعد هر دو هم دیگر رو میبوسن. ناگهان اون متوجه میشه وسط سالن آوازه. میره پیش پدر روحانی و بهش میگه عیسی مقدس رو دیدم، اما اون معتقده که رویای بندیتا دروغین بوده. یه روز موقع رسیدن نخهای ابریشمی بارتولمیو اشتباها باعث میشه چند تا قرقره بیفته توی دیگه آبی که در حال جوشیدنه. بندیتا ازش میخواد سریع اونا رو با دستش در بیاره و با جدیت میگه اگر این کارو نکنه برش میگردونه پیش پدرش. راهبه ارشد بندیتا رو بازخواست میکنه و اونو برای یه هفته جریمه میکنه. یه شب بندیتا تو خواب فریادهای بلندی میزنه که انگار داره شدیدترین دردها رو تحمل میکنه. پزشکو خبر میکنن، اونم به بندیتا عصاره خشخاش میده تا آروم بشه. اونو میبندن به تخت که دیگه به خودش آسیبی نرسونه. نصف شب بارتولمیو میاد سراغش و دستشو نشون میده و میگه دوست دارم با تو باشم و میبوسدش. بندیتا دوباره خواب میبینه چند نفر بهش حمله کردن و میخوان بهش تجاوز کنن. یه نفر میاد و همه اونا رو میکشه و وقتی این فکر میکنه عیسی مسیح اومده نجاتش بده، نقابو بر میداره و میبینه یکی دیگه از همون متجاوزاست. بندیتا دوباره توی خواب فریاد میکشه و دچار حمله میشه. راهبه ارشد از بارتولمیو میخواد که بیاد هماتاقی بندیتا بشه و مراقبش باشه. نیمه های شب با صدایی که اسمش رو تکرار میکنه بیدار میشه. اون عیسی مسیح رو میبینه که ازش میپرسه میخوای با رنج کشیدن عشقتو به من ثابت کنی و ازش میخواد لباساشو در بیاره و شرم نکنه. بهش نزدیک بشه و دستاشو بذاره روی دستای اون. بندیتا با شرم و خجالت این کارو میکنه. برای همین حس میکنه درد زیادی میکشه. بارتولمیو با صدای فریادهای بندیتا بیدار میشه. روز بعد آثار زخم‌ها رو به بقیه راهبه‌ها نشون میده. همه شوکه میشن و تصور میکنن مثل قدیسه‌های گذشته علائمی مشابه زخم‌های عیسی مسیح مطلوب رو داره. از مقامات کلیسا برای بررسی میان زخم‌ها مرتب خونریزی میکنن. راهبه اعظم میگه قدیسه‌های قبلی این علائم رو موقع دعا کردن داشتن، نه موقع خواب. معجزه توی خواب اتفاق نمیفته. به علاوه چون مثل عیسی مسیح روی پیشونیش زخم‌های تاج تیغدار نیست، پس توش شک و شبهه‌ای هست. اون با صدای مردانه و غضبناکی حرف میزنه. راهبه اعظم و دخترش شک میکنن، اما پدر مقدس میگه که این صدای غضبناک متعلق به عیسی مسیحه و این یک معجزه است. مردم با شنیدن خبر معجزه نزولات زیادی برای بندیتا میارن. از مقامات بالا تصمیم میگیرن رتبه و نشون راهبه اعظم رو بدن به بندیتا.
کریستینا اعتراض میکنه و میگه که راهبه اعظم رو خود راهبه‌های صومعه باید انتخاب کنن. مقامات دارن عصبانی میشن که مادرش ساکتش میکنه تا بیشتر از این خودش رو توی دردسر ننداخته. راهبه اعظم مجبور اتاقش هم به اون بده، اما قبل رفتن جلوی سوراخی که توی دیوار اتاقش درست کرده رو باز میکنه. کریستینا پیش پدر مقدس میره و بهش میگه خودش دیده که بندیتا اون زخم‌ها رو روی پیشونیش با خورد شیشه‌های روی زمین ایجاد کرده. هنگام صرف غذا پدر مقدس از کریستینا میخواد بیاد حرفی که توی دلش هست رو بزنه. پدر مقدس از راهبه اعظم میپرسه که اون موقع کریستینا اونجا بوده؟ اونم میگه نه. ناگهان بندیتا با صدای مردانه و خشن به کریستینا اشاره میکنه و میگه اون توسط شیطان تسخیر شده و باید به خودش شلاق بزنه تا شیطان از وجودش خارج بشه. همون شب بارتلمیو بهش یه هدیه میده که بتونن موقع رابطه ازش استفاده کنن. وقتی دارن تستش میکنن راهبه اعظم از تو سوراخ دیوار میبینتشون. ناگهان نور عجیبی میاد، میرن بیرون. پدر مقدس میگه این نور نشونه یه اتفاق بده. کریستینا که جریانات اخیر تاثیر بدی توی روحیش گذاشته خودشو از بالای پشت بوم پرت میکنه و به زندگیش پایان میده. وقتی بندیتا به جنازه نزدیک میشه راهبه اعظم اون از دخترش دور میکنه و باهاش گلاویز میشه. در حالی که دارن جسد دخترشو میشورن اون به صورت پنهانی از صومعه خارج میشه. بندیتا میبینتش و متوجه میشه که اون به دیدن رئیس صومعه رفته. راهبه اعظم متوجه میشه که طاعون همه جا رو فرا گرفته. اسقف رئیس صومعه در حال خوردن غذاست و یه زن حامله‌ای که کاملا بی‌پروا هم هست داره ازش پذیرایی میکنه. راهبه اعظم جریان بندیتا رو میگه و اون میگه اگه حرفا درست نباشه مجازات سختی داریم. توی شهر مراسم دعا برگزار میکنن برای پیشگیری از بلاها و طاعون که پیشتر شهرهای دیگر رو فرا گرفته. بندیتا از جمع جدا میشه و پای مجسمه سجده میکنه و بعد از چند لحظه از مجسمه تشکر میکنه و رو به مردم میگه که ستاره دنباله‌دار یه نشونه است. خداوند منو محافظت میکنه تا اون وارد شهر ما نمیشه. اون به سربازا دستور میده دروازه شهر رو ببندن و هیچکس اجازه ورود و خروج نداشته باشه و بعد روی زمین میفته و ظاهرا مرده. اسقف و همراهاش از بین شهرهایی که دچار طاعون شدن رد میشن. وقتی میرسن سربازای شهر پرشیا به اونا اجازه ورود نمیدن، اما بالاخره به زور وارد میشن. توی صومعه انگار جشنی در راهه. متوجه میشن که بندیتا مرده و طبق خواسته اون عروجش به بهشت رو باید جشن بگیرن. مراسم تدفین و اسقف خودش به عهده میگیره. در حال انجام آیین‌های صومعه است که ناگهان بندیتا از جاش بلند میشه و همه متعجب میشن. به حاضرین سالن میگه عیسی مسیح اونو فرستاده تا مردم در حال مرگ رو از طاعون و آتش جهنم نجات بده. اسقف بهش میگه به انحراف جنسی و کفر متهمه و تو جلسه دادرسی راهبه اعظم هر چیزی رو که دیده با جزئیات تعریف میکنه. از بارتلمیو هم میخوان علیه شهادت بده اما اون قبول نمیکنه. میبرنش به زیر زمین و به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجهش میدن. راهبه اعظم توی اتاقش خون بالا میاره و اسقف هم متوجه دردی در بدنش میشه. بالاخره بارتلمیو علیه بندیتا شهادت میده و میگه که این بندیتا بوده که اخوالش کرده و به گناه کشوندش و مدرک جرم رو هم تحویلشون میده. اسقف با نشون دادن مجسمه میگه که این عشق توئه. دوباره همون صدای مردانه و خشن از گلوی بندیتا شنیده میشه که میگه چطور جرأت میکنی با همسر من اینطوری برخورد کنی. خلاصه اونو زندانی میکنن و به اسقف خبر میدن که راهبه اعظم بیمار شده. متوجه میشن که طاعون گرفته و به زودی میمیره و بارتلمیو رو با ظاهری آشفته از صومعه بیرون میکنن. مقامات صومعه حاضر نمیشن حکم سوزوندن بندیتا رو امضا کنن، اما اسقف اونا رو با تهدید مجبور به امضا میکنه. بندیتا اجازه میگیره و میره دیدن راهبه اعظم توی زیرزمین. به اون آرامش میده و در لحظه آخر چیزی در گوشش میگه. مردم که به حکم اعدام معترضن شورش میکنن و اسقف در گوش بندیتا میگه اگر صحبت کنی و اعتراف کنی جلوی مردم میبخشمت. ناگهان با صدای مردانه و خشمگین میگه اونا به عشق و محبت من خیانت کردن و دیگه هیچ کس در امان نیست و مرگ به این شهر میاد و در همون حال دستای خونیشو باز میکنه. اون به فرد سیاه‌پوشی اشاره میکنه و میگه فرشته مرگ چهره‌تو به ما نشون بده. راهبه اعظم به اسقف اشاره میکنه و میگه اون بیماری رو به این شهر آورده. اسقف دستور آتش بندیتا رو صادر میکنه.
بارتلمیو از بین جمعیت فریاد میزنه اگه بندیتا بمیره بقیه مردم هم میمیرن. این اسقفه که باید سوزونده بشه. مردم شورش میکنن، بندیتا رو باز میکنن و به اسقف حمله میکنن، در حالی که حسابی کتکش زدن، لباساشو پاره میکنن و متوجه میشن که اونم طاعون گرفته. یهو یه زنی حمله میکنه و با چند ضربه چاقو میکشتش. بارتلمیو تو شلوغی‌ها بندیتا رو میکشه و با خودش میبره. و راهبه اعظم وارد آتیش میشه و خودشو میسوزونه. صبح روز بعد اونا با صدای زنگ صومعه از خواب بیدار میشن. بندیتا میخواد برگرده به صومعه. بارتلمیو ازش میخواد که به جای دیگه ای برن، اما اون قبول نمیکنه. اون خورده شیشه‌ای که تو شلوغی‌ها پیدا کرده بود و نشون میده و میگه اعتراف کن که این کار خودت بوده. بهش میگه اگه برگردی اونا تو رو میسوزونن. بندیتا تایید میکنه که اونا میسوزونن، اما آتیش منو نمیسوزونه چون خدا محافظمه. و بالاخره هم بارتلمیو و هم بقیه به درستی حرفاش ایمان میارن و فیلم به پایان میره.